ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи романи сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ «Духтари оташ», «12 дарвозаи Бухоро» ва «Тахти вожгон». шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати қисми дуюми романи сегонаи Ҷалол Икромӣ «12 дарвозаи Бухоро» оғоз менамоем. ҳоло гуфтори дуюмро аз рӯи ин роман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. қисми дуюм. پگایا فردا حکومت را به دست می گیریم. دور و دورانی ما می شود. لیکن توی و حفیظ ترسیده گریختید. حق شما پراندن به دار آویختن بود، لیکن من از گناهتان گذشتم. میلش زنده مانید، لیکن باید گناهتان را با خدمت و صداقت خریده گیرید. نعیم واقعه 2 سال پیش از این را به یاد آورد. 2 سال پیشتر از این مخصوم جان در مدرسه حاجی در یک حجره نظرناگیرک استقامت کرده درس می‌خواند. آن وقتها نعیم تیز تیز به بخارا رفته بعضی کالاهای از دیگر شهرها آورده شده را پول کرده برمیگشت و اکثرا لازم می آمد که 2 شب 3 شب خواب کند. اصلا برای همین مقصد هم با مخصوم جان شناس شده بود که در حجره او بعضی چیزها را گذاشته و در مورد شب باش خوابیدن از مهمان دوستی و جوربازی او استفاده بردن ممکن می شود. مخصوم اصلا از بایسون و نامش اسد بود، اما جوره ها به طور احترام او را مخصوم و یا مخصوم جان می گفتند. نعیم تلخ گمان کرده بود که این مخصوم جانی ساده را بردار کرده خوب استفاده کردن ممکن می شود. ولی پس از جوره شده گرفتن آهسته آهسته حس کرد که مخصوم جان از وی می گفتگی ساده ها نبوده، برعکس خود او را به زیر دستش مطیع و فرمان بردار کرده گرفته است. به حجره مخصوم به غیر از وی باز 2-3 تها آمده می رفتند و همه خدمتی او را کرده به فرمانهای او اطاعت می نمودند. یکی از این قبیل آدمها حفیظ بود و مردی بیچاره کاسبی بود که کلالگری می کرد و هر دم به حجره مخصوم آمده کار و بارش را کرده از مرحمت وی استفاده می برد. نعیم تلخ بعدتر دانست که حفیظ در وقتش هم مکتب مخصوم بوده است. مخصوم دستگشاد، جورباز و عیش و عشرت پرست باشد هم خیلی بدجهل، تند میجاز و بی اندیشه بود. از هیچ کس نمی ترسید، از هیچ کس ابا نمی کرد. شرطکی گوی، بیباک و خودرأی بود. نظر به گفته حفیظ از پدرش چندان معاونت، پول و چیز نمی گرفت، لیکن هر شب پلاو، هر شب ضیافت و خراجات داشت. نعیم تلخ حیران بود که وی از کجا درآمد دارد. حفیظ می گفت که مخصوم جان با جدیدها هم دست می باشد و دایره آنها رفت و آمد دارد. خصوصا میرزا محی‌الدین بای که سردار جدیدها است به مخصوم محبت داشته همیشه دستگیری کرده می ایستد. این خبر را شنیده نعیم تلخ یک درجه خوسیده ماند، لیکن درست باور نکرد، زیرا که مخصوم به فکر وی به جدیدها مانندی نداشت. اولش این که پسری قاضی، ملا بچه، نمازخوان و خداپرست. ثانیاً این که عروسی را نمی داند، گزیت نمی خواند، عرق نمی خورد، هیچ وقت حریت، مساوات، یشسون نگفته است. چه خیل کرده وی جدید می شده است.
نعیم تلخ و بسیاری اهالی بخارا عقیده داشتند که جدید باید همین خصوصیت ها را البته داشته باشد. مقصدش ماری مردم را گرفتن، زنی مردم را بی فرنجی کرده به میان گذاشتن باید باشد. اما اسد مخصوم این خصوصیت ها را نداشت و مقصدش هم ماری مردم، زنی مردم را میانگی کردن نبود. برعکس وی آدمی بدرشک، پول دوست و خیرخواهی آدمانی بدولت و سوداگر بر این می نمود. نعیم چند روز در بین شک و شبهه و ناباوری و حیرت عذاب کشیده گشت. وی جدیدها را بد می دید. مرام و مقصد آنها به وی نمی فارید و از طرفی دیگر می دانست که جدیدها محکومی مرگ شده اند و نزدیکان و یار و دوستانی جدیدها را نیز ملاها گرفته به بالای ارک می کشند و در آنجا به حولیچه در آورده سر از تن جدا می کنند. اما نعیم از سرش هنوز بیزار نشده بود. بنابراین به خود قرار داد که این مسئله را بی واسطه با خود مخصوم گپ زده حل کردن لازم. یک بیگاهی پس از خوردن آشی پلاو، نعیم یک چای کبودی تلخ دم کرد و آنها هر دو به صحبت نشستند. کاغان چطور؟ گفت مخصوم. تینج می؟ ها تینج، گفت نعیم. از این طور سر شدنی صحبت خرسند شده. بخارا بر این سیرغوغای و دولاب نی. ها دولابی بخارا هم کم ماند. مخصوم به حضور چای نوشیده ایستاده. پگه فردا آسوده شده میماند. نصیب. همه جدیدها را کشته شدن بد بودگیست. جدیدها را کشته تمام کردن آسان نی، گفت مخصوم. ریشه جدیدها مستحکم صبر کرده ایست. جدیدها پگه فردا به ملاهایت نشان می دهند. شما از کجا می دانید؟ استا که تو واقع نویس کنی. چقور پرسیده از من گپ گرفته ایستادی؟ خدا نکند، گفت در حال قسم خورده نعیم و چشمانی آتشینی به سویش پرمه شده مخصوم او را مجبور کرد که اقرار شود. نخواد که من به شما واقع نویس باشم، به شما صاحب دولتم. خدا نکند. پرسیدنی من از دیگر سبب. از چی سبب؟ یا که با کدام فرمان؟ با فرمان خودم، گفت تلخ کرده نعیم. شما مخصوم جان از من شبهه نکنید. من هیچ کاری گنده نکردم. بهتر که از خودتان شبهه کنید. خوش. چی خوش؟ آدم ها می گویند که شما با جدیدها شریک هستید. با میرزا محی الدین رفت و آی دارید. آخر این آوازه ها را شنیده من که یک دوست خالصی شما هستم آسوده گشته نمی توانم دیه. این گپ را از کی فهمیدی؟ نخواد که در شهر آوازه؟ نه، در شهر نیکو. شریک های خودم آن می گویند. من نام آن کس را نمی گویم، لیکن به حق خدا که راست می گویم. نخواد که این شنیدگی های من حقیقت داشته باشد. حقیقت دارد، گفت مخصوم بی پروایانه. اما تو نترس و تو هیچ گپ نمی شود. بسیار نلقی شد عالم گلستان. شما جدید نما. ها از جدیدها چی بدی دیدی که این طور تلخی می کنی؟ بدی ندیدیم و لیکن می گویند که جدیدها به گپ آدم ها گوش نکن. تو مندان. جدیدها دولت را که به دست گرفتند آن وقت بجوری من و تو آلچی.
دولت را از امیر گرفته می شده است می گپ‌هایی می زنید که در قطعه عطار یافت نمی شود. خیر، با گپ به تو فهماندن مشکل. آواز قرص و دایره را شنویده هنری کی بودنش را گفتم می توانی و به کنه این خیل مسئله های حیاتی رسیدن نمی توانی. پگاه شب یک جا می رویم که خودت فهمیده می گیری. به کجایی که شما گویید من رفتن می گیرم، لیکن خدا می داند. خدا هم می داند، تو هم می دانی، گفت مخصوم. لیکن نفس یخ، فهمیدی؟ فهمیدم، گفت نعیمی تلخ و خاموش ماند. آن شب با همین در این موضوع صحبت به آخر رسید. شب دیگر آنها 3 کسه، حفیظ هم همراه بود، به مجلس جدیدها. خودی کلمه مجلس را نعیمی تلخ همان روز اولین بار شنیده بود. بله، به مجلس پوشیده جدیدها رفتند. در قریبی دروازه سلاخانه در پسکوچه و دالان نظرناگیر یک دروازه پستک را تق تق زدند. از درون آوازی بچه پرسید: کیست؟ آشنا، گفت اسد مخصوم. با کی کار دارید؟ اکا میرزا جیغ زده بودند. من شاگرد. دروازه گشاده شد. گشاینده بچه نبوده یک جوانی قد بلندی سیاه چهره بود. اسد مخصوم را با همراهی کسانی بیگانه دیده و یک درجه دست و پا گم کرده ماند. السلام اکا مخصوم، گفت وی زود. صحت سلامت هستید؟ خوش آمدید. من حاضر. میدانید می؟ اکا میرزا کمتر ناتاب. من در آمده خبر دهم کنی؟ طبیب آمده بود، حاضر. اما اسد مخصومی بیباک را داشتن ممکن نبود. وی تبسمی پیسخندآمیزی کرد و به درون در آمد و شریکانی طراری او نیز از وی قفا نماندند. نترسید حکیم جان، گفت وی. اینها از آن خودی. حکیم جان دید که نمی شود، مجبور شد و خلاف حرمت و آداب خودش زود پیش گذشت و قریب دویده از راهرو به حوری و پس به مهمانخانه کلان رفته در آمد. اسد مخصوم خندید و به شریکانش نگاه کرد. شما نکبتها مهمانی ناخوانده که هستید، در هر کجا انا همین خیل شما را پیشواز می گیرند. لیکن در حقیقت این مجلسی ما مخفی، بنابراین شریک ها می ترسند. من برای شما قسم می خورم که اسرار مجلس مخفی می ماند. چی گفتی؟ سر می رود و سیر نمی رود مخصوم جان، گفت حفیظ. به ما باوری نداشته باشند گور سرشان، گفت نعیمی تلخ. در آمدن ما ضرور می؟ ضرور، گفت مخصوم. خصوصاً به تو قلنفوری تلخ، به این خیل مجلس اشتراک کردن ضرور. کی بودنی جدیدها را می فهمی؟ لیکن دانستمان که در این باره حتی بزنت به مادرت هم غینگی نمی کنی، سرت می رود. تو هنوز ضرب دستی مرا نسنجیدی. خوب، گفت نعیم. شما هم گویا کی بودنی مرا نمی دانید. پیش درآیید. مخصوم ممنونانه تبسم کرده بروی نعیم نگاه کرده پیش در آمد و با وجودی تند مزاجی و زودرنج بودنش تلخ زبانی نعیم را دوست می داشت. تلخی هم مزه مخصوص دارد که می گفت وی هر کس فهمیده نمی تواند. آنها هر سه بروی صوفه برآمده بی پشت به دهلیز خانه کلان رفته در آمدند.
در آنجا آنها را صاحب خانه اکمیرزا و حکیم جان پیشواز گرفتند. اکمیرزا یک مردک قدپست، غلچه، گردروی، کلوتریش، با چشمانی کلانی مهربان و با دهانی پر از تبسم، با ادب و مهمان نواز بود. با همراهی مهمانهای ناخوانده آمدن مخصوم گویا برعکس او را شاد کرده باشد، خرسندانه گفت: مرحبا، مرحبا، خوش آمدید، سرفراز کردید. با شرافت شما خانه بیچارگی ما از قدوم این دوستان منور می گردد. سلامت باشید، گفت مخصوم. اینها آدمهای نزدیک من در کاری و خودی من چقدری که باوری داشته باشید به اینها هم همان قدر باور کرده می توانید. بی شک از هر چی می رود سخنی دوست خوشتر است، پیغام آشنا سخنی روح پرور است، گفت اکمیرزا از شعری سعدی یاد کرده. افسوس که این را نه مخصوم فهمید و نه یاران او و میهمانها را به خانه دعوت کرد. در خانه کلانی 13 بالار که تجهیزات کذایی نداشته باشد هم آزاده و با سلیقه آراسته شده بود، 5 تن دیگر نشسته بودند. 2 نفری آنها، یکی تاقینه قد بلند و بزریش، دیگری برعکس فربیه قد پست، زرد موی، عینکی روبرو نشسته شطرنج بازی می کردند. آن 3 دیگر به گرد آنها غون شده تماشا می کردند و مصلحت ها می دادند. آنها گویا چنان به بازی مشغول بودند که به خانه در آمدن مخصوم و شریکانش را حتی پی نبردند. از این معامله اسد مخصوم مثل کاغذی آتش رسیده در گرفته باشد هم آواز نبرآورد. اما اکمیرزا که از همه بعد به خانه در آمده بود گفت: دوستان عزیز، دوستمان مخصوم جان با رفیقان نزدیکشان تشریف فرمودند. از آنهایی که بازی را تماشا می کردند 2 نفر سر برداشته به آمدگان نگاه کردند و از جا نیمخیز شدند. از آنهایی که بازی می کردند قاقینه شطرنج باز چشمش به تخته شطرنج سر جنبانیده خوش آمدند گفته مانده پیاده ای را پیش راند. عینکی موزرد باشد از بالای عینکش یک نگاه کرد و برای چی باشد که بله گفته ماند. تماشابین 3 حتی سر نبرداشت. طاقت اسد مخصوم طاق شد. دیگر خودداری کردن نتوانست و گپی نزده به ندای و حیرت یاران اهمیت نداده راست رفت و دانه های تخته شطرنج را با دستش روفته پرتافت و گفت: آخر آدمگری این طور نشده است. بله گفت مرد عینکی موزرد، آدمگری همین طور است که مخصوم جانی ما می کنند. البته گفت مخصوم، باعث بی التفاتی شما شطرنج بود، گرفته پرتافتم، جان خلاص. همیشه باعث درد را یافته درمان کنی مجرب می شود. همه خندیدند و از جا برخاسته با آمدگان واخوردی کردند. مخصوم شریکان خودش را شناسانید. اینها آدم‌های درکاری، هر دو هم آدم‌های با عقل. لیکن تخم را چوجه گفتن نشاید، گفتماند شطرنج بازی فربه و تبسم کرد. اینها خروس شدگی افندی، گفت سخت کرده مخصوم و گپش را دوام داد. اینش عبدالحفیظ جوره جانی و قدردانی من. مور گویم می مورد، زی گویم می زید. انا اینش نعیم تلخ.
کمتر تلخ زبانی دارد که بی اهمیت است. گاه گاه پورتی کرده می پرتاید و خودش بی خبر می ماند. باش نادان تا به بزم روزگارت جا دهند، می کنند از جنتت بیرون اگر آدم شوی، گفتماند با تبسم صاحبی خانه اکا میرزا. لیکن خودش دانای زور، گفت به گپش دوام کرده مخصوم. آدمی با اعتماد و در کاری، از خشلاقی کولی خواکی کاگان، بنابران از اینها ملاحظه نکنیتان هم می شود. میلش گفت قاقینه دراز، نقص کردید که آوردید، هرچی زیادتر شویم همان قدر نقص، کنی مرحمت. همه نشستند. حکیم جان 2 چاینک چای آورد. اول در اثنای چای نوشی صحبت‌های مقرری بود. صاحب خانه اکا میرزا شوخی ها کرد، مهمانها را خنداند. عیب نه در آن است که آدم اشتباه می کند، می گفت وی. عیب در آن است که آدم اشتباه را پی نبرد. انا دامولای مکتبی ما هم اشتباه می کرد و هم اشتباهش را پی نمی برد. یک روز به مکتب به جای تسبیح حمیل پیسته را برداشته آمده است. این را دیده یک بچه شوخ از کیسهش حمیل پیسته را گرفته رو بروی دامولا نشسته بازی کردن گرفته است. دامولا در دست شاگرد خود تسبیح را دیده گفته است که تسبیح تو به تسبیح من مانند بوده است. این را شنیده همه بچه ها خندیدند، اما دامولا آنها را کاهش کرده است که چرا به گپی راست می خندند. انا همین خیل دامولا ها داریم. راست گفت اسد، دامولای مکتبدار بسیار وقت ساده. برادران عزیز، گفت به مسئله اساسی گذشته ایستاده مردی قاقینه بزریش. مراد از این جمع آمدی ما درباره یک مسئله بسیار مهم مصلحت گرفتن است. و خودتان معلوم است که سیاست مستبدانه قشبگی و قاضی کلان کار خود را کرد. همان 2-3 مکتب اصولی نوی که ما تشکیل کرده بودیم بسته شد. طلبه و معلم های آنها پراکنده گردیدند. لیکن ملت را به مکتب، به معارف و به تعالیم ماندن از انصاف نیست. هیچ یک انسان اندک وجدانناک به این حال سازش کردن نمی تواند که نسل آینده وی کور، بی سواد و از همه کمالات عالم بی نصیب باشد. مکتب‌های بسیاری هست و قریب همه بچه‌های شهر و قشلاق می خوانند کو، گفت سخن گوینده را از میان بریده اسد مخصوم. جدیدها به همدیگر نگاه کرده علامتی تعجب نشان دادند. با این سؤال مخصوم جان تعجب نشاید، گفت اکا میرزا در حال، زیرا که مخصوم جان به دوره ما نسبتاً نوند و از آن مجلس هایی که ما به مکتب و معارف بخشیده بودیم بی خبرند. خیر، به هر حال هم آخر گفتمان کدامی. مرام و مقصد اساسی جوانان ترقی پروری بخارا، گفت از زیر عینک به مخصوم و یاران او نگاه کرده موزرد، مکتب و معارف است. آن مکتبی که هست و شما میگویید ما را قناعت کنانیدن نمی تواند، زیرا که زمانی ما زمانی ترقی و تعالی است، زمانی وسعت یابی و پیشروی سودای و تجارت، زمانی داد و معامله با خلقهای عالم است. بیدانشی وسیع و همه طرفه ما با مردمی مترقی عالم در مناسبت شده نمی توانیم. مکتب‌های اصول قدیمه ما
آن دانشی را که ما میگوییم دادن نمیتوانند. مثلا بچه ها از علم حساب، جغرافیا، هندسه، فرایض و دیگر علمهای ضروری زمانوی محروم میمانند. بعد خودی اصول تعلیم هم کهنه شدگی. 10-20 سال لازم که یک بچه با استعداد فقط خط و سواد یا که فقط سواد برآورد و کم و بیش از احکام شرع با خبر شود. اما در مکتب نو، در مکتب اصولی جدید، همه این را در 6 ماه و 1 سال می آموزند. دیدید فرق در کجا؟ همه جدیدها به عقل و منطق و دانش موزرد قائل شده سر جنبانیدند و سخنهای او را تصدیق نمودند. اما اسد مخصوم زهرخندی کرد. تشکر و منت دارم که فهمانیده دادید، گفت وی کنایه آمیز. اما سؤال دادن من برای آن بود که جناب منشی، مرد قاقینه بزریش، را میگوید نسل آینده ما بی سواد میماند گفتند. این البته نادرست است. شکر الحمدلله که علم از بخارا به دنیا پهن می شود. بخارا به ترک و تاجیک معرفت نشر می کند. خودی در همین جا نشستگان، خودی ما در بخارا خوانده ملا شده ایم. ما بر اینها شکر کم نی. اما برای چی باشد که ما به خوف و هراس افتاده به بالای یک اندک مسئله بی اهمیت غشی ملاها و دربار را آورده ایستاده ایم؟ بهتر نیمی که این جنجال را مانده ایستاده به زیاد کردن صف خود کوشیم، حرکت کنیم که فرقه یاش بخاری ها پرزور باشد، یک تن و یک جان باشد، دلیر و توانا باشد، تا که زده دولت را به دست خودش گرفته تواند. انا آنگاه به ما دولت و حکومتداری لازم نه، گفت منشی. همین دولت جناب عالی برای امارت بخارا خیلی مناسب و بسنده است. فقط یک اندک گذشت کرده به فرقه ما راه کشاید، به ترقی ملت امکانیت دهد و این چنین پیش راهی ملاهای جاهل را گیرد می شود. ما ملت را خواننده با سواد و از عالم با خبر کنیم، نسل آینده خودش فکر خودش را می کند. وظیفه اولاد ما انا همین است. به فکر من مخصوم جان گپ را به طرف دیگر نکشید. بیایید امشب که راهبران ما همه جمع آمدن نتوانستند، ما فقط درباره مکتب گپ زنیم. шунавандаҳои азиз, шумо гуфтори дуюмро аз рӯи рамани 12 дарвозаи бухорои нависандаи халқии тоҷикистон ҷалол икромӣ дар қироати ализода абдурашид хуҷанқул шунидед. коргардон шералӣ нағзалӣ, садобардор карим толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.